سر پرد نمیکنی، بوتای ساقدار نمی پوشی، بلکه دو لباس، دو دانه چادر و هم عیناً حیثیت کفن داره، امیر در گرد خود میپردی. چرا؟ به خاطر که انقطاع کامل با کی بیا؟ با دنیا و با اقارب و با خویش، با همه، و توجه طرف یک الله تبارک و تعالی باشه. از او خاطر یک سلسله آداب داره. محرم وقتی که احرام بسته میکنه، بعد از او خوشبوی زده میتونه، سری خود تراش کرده میتونه، ناخونای خود گرفته میتونه؟ نمیتونه. بس دیگه در این حالت میری تو مراسم حج انجام میدی. این آداب است. تا که خود حلال نکرده ای بری توی چیزا حرام میشه. این را محظوراتی چی میگه؟ احرام. یعنی آن چیزی که توسط احرام بستن چی میشه؟ ممنوع میشه. شکار کردن نمیتونی، جنگ جدل این گپا را نمیتونی. خو یک آدم میرسه برش تکلیف، مریض میشه، این آدم چیستا مویا داشت یک دمش بشکد، حالی چی میکنه؟ اسلام مواضع ضرورت مستثنا میکنه. تو را در او حالت نمیرسانه که نعوذ بالله قابل نفرت شوی، سری تو خزنده ها بیا مردم ببینه، نه، در اونجا الله بری تو اجازه داده. فمن کان منکم مریضا، کسی که از شما مریض باشه، او بهی اذن، یا بالایش چیزی اذیت من رأسی، از ناحیه سرش باشه، ففدیه لازم است بالایش بدلی شرعی. فدیه بدلی شرعی را میگه. من صیام، از روزه ها که 6 روز است، اگر قربانی گپا نداره 6 روز روزه بگیره، او صدقه، یا به 6 مسکین طعام بده، او نسک، یا قربانی بکنه. یکی از این 3 چیزا بکنه. چون که تو مشکل برات پیش شد، حالی سری تراش میکنی قبل از اینکه مراسم انجام ندادی، در حالی که سر تراش کردن سری تو من بود، حالی مشکل برات پیدا شده، سرکی تراش میکنی. یکی از 3 چیزا بکن. افضل ترین چیزا قربانی، بعد از 6 مسکین چی؟ طعام دادن، بعد از باز 6 روزه است. 6 روز روزه است. دایی هر کدامش تو اختیار داری، هر کدامش که انجام میدی. خب اینی فدیش است. شریعت برش اینی گپ مقرر کرد. آلی فاذا امنتم، اونجا خب محاصره بودی، محاصره عام است، یا چیزایی درنده در پیش روی دامت نمیگذارته، یا دشمن آمد، یا یک جای بندی شدی، یا است که مثل روزگار فعلی ما ویزا کس برات نمیده، اجازه برات نمیده، تو را میکشه از حرم. در این صورت تو محصر میشی. محصر که شدی، یک قربانی سرتا سلال که آینده حج یا عمره که تو نیت کرده بودی و سری تو قضایش لازم است که تو باید او را قضایی بیاری. وقتی که به امن شدی، یعنی آلی دیگه دمی روی تا کسی نگرفته، محصر نیستی، روان استی. فمن تمتع، کسی که نفع میگیره بالعمرت به عمره، الی الحج، که پیوسته امرای حج باشه، فمستیسر، پس لازم است بالایش آن چیزی که آسان است، من الهدی، از قربانی. ایره شکرانه عمره میگه. فمن لم یجد، کسی که نیافته می قربانی را، فصیام 3 ایام، روزه گرفتن 3 روز است، فی الحج، در حج، که آخرش روز 9 حج باشه، و 7 روز اذا رجعتم، وقتی که باز میگردید در خانه هایتان، که تلک 10 کامله، ای 7 روزی که در خانه ها گرفتی 3 روز اوجا 10 روز شد کاملتون کامل. ذالک، ای حکم جمع کردن عمره حج فرضی، لمن لم یکن، برای کسی است که نباشه، اهله، خانوادهش، خانش، حاضر المسجد الحرام، حاضر در مسجد حرام، یعنی در نواحی مکه نباشه. واتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی، اعمالی را که انجام بده مکمل موافق سنت رسول الله باشه. واعلموا، بدانی، ان الله شدید العقاب، یقینا الله تبارک و تعالی سخت عذاب دهنده است. اگر کدام قول و فعل شما مخالف شرع انجام میده، الله شما را عذاب دادن میتونه. در اینجا اول موضوع برای ما واضح شد که حج و عمره ضروری است. البته حج ماهای مخصوصی داره که شوال، ذوالقعده، 10 روز از ذوالحجه است، بدون از او حج فرضی ادا نمیشه. اما عمره در کل روزای سال عمره ادا میشه. خو عمره در رمضان ثواب بیشتر داره. در یک حدیث کسی که در رمضان عمره میکنه برابر حج فرضی الله ثواب برش میده. معلوم شد که اعمال و مناسک حج وقتی کسی شروع میکنه بعد در اتمام برسانه. چرا؟ در مورد احکام الله آدم نعوذ بالله استهزا یا سبکی نمیکنه، تمام میکنه. تمام یکی خویسته که شروع میکنی باز ناقص میکنی. این را میگه که تمام کن.
ایرا میگه که تمام بکن. یکی است که نعوذ بالله از ابتدا اعتنا و اهتمام برش نداری. از همون خاطر کدام کسایی که در ختمه میره در مساجد میشینه قرار در وضوخانه، زمانی که مولای امام در رکوع نزدیک میشه قاری صاحب باز میدوند استاد میشه. سعی کنی الله را فریب داده نمیتونی، با کتاب الله استهزا نکنی، با حکم الله نعوذ بالله اینطور چل و چل بازی نکنی. الله شما را میبینه. از اول استاد هستی از پسان دویدی، او چرا چه قسم دویدی، چی مقصدیت است؟ این خو حاضری حکومت نیست. یکی خدا فقط در وقت حاضری حاضر کو، دیگه هر چی که میکنی این نظام الله است. نه تنها که عمل و کاری تا میبینه بلکه اراده تصمیمی که در دل داری او را الله میفهمه و میدانه. تو چطور خدا خلاص میکنی؟ با تاسف یک تعداد مسلمانای ما البته تصوری غلط داره در شان الله تبارک و تعالی، که البته میگه ما در رکوع باز در آخر چی میگه؟ ما ختمه پوره کردیم امسال الحمدلله ختم کردیم. کدام ختمه؟ کجا ختم کردی؟ تو خودت لبی وزی بودی اونجا، آیاتای قرآن زیاد از پیش تیر شد که هیچ نشنودی. ختم خوره نمیگه. کدام تو ختم میگی؟ مردم ما بیچاره امی قدر گپا را نمیفهمه، اوی ملا صاحبای ما امی قدر گپم برش نمیگه که مردمی ختم هستی بینی سیستم میشه. این قرآن قابل تعظیم است، ما باید خیلی احترام کتاب الله را بکنیم. اما هیچ نیست. الله میگه در حج و عمره نمیطور است، کدام مناسک و کدام مراسمی که داره او را پوره انجام بده. از او خاطر پیغمبر علیه السلام گفت خذوا عنی مناسککم، طرز و طریقه ادای مراسم حج از ما بگیره. کدام معامله را که من انجام دادم شما در او تغییر آورده نمیتونی. به اندازه نخود یا از نخود که هنوزم خورتر سنگ گرفته میشه و قلاج کرده میشه به چی؟ به زدن. حالی توی طور نمیتونی که نه ما چپلقه میگیرم کوچه آواره. کوچه میگه این شیطان، میگه این شیطان هنوز مانده شه چپلقه را کشید بگه زد. البته میگه بذار این شیطان است تو رو اوجه خطا میده. از طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم طریقه را بدل میکنه که تو هیچ ثواب و اجر نبری. دین تابع نقل است، تو باید طریقه پیغمبر را پیش ببری. عقل جنگی اوجه نمیتونی. او خود شیطان نیست، او یک تمثیل است. شیطان اوجه چی میکنه؟ شیطان خود خطی تو درک رگید داخل است. اینمی درک داخل بود که خط چپلک بار کردی. شریعت یک دانه ریگی که به اندازه دانه ماش از ماش بزرگتر بود برات امر کرده بود، تو گرفتی خلاف شریعت کردی، عقل جنگی کردی، حدود الله را نگاه نکردی. از همون خاطر در اینجا در مراسم حج این حدود مراعات بکنیم. آلی سه قسم حاجی داریم: مفرد، قارن و متمتع. تمتعی را میگه که انسان اول نیت عمره را میکنه، در ماهای حج میره مراسم عمره ادا میکنه. مراسم عمره احرام بسته کردن است، طواف است، سعی در بین صفا و مروه است. پس می سری خودت تراش میکنی، خیر و خلاص. این عمره است. یک آدم در ماهای حج نیت عمره را میکنه، میره در اونجا مراسم انجام میده، از احرام خدا میکشه، باز دیگه میگرده تا که روز هشتم میشه. در روز هشتم باز نیت حج فرضی را میکنه، احرام باز دوباره میپوشه، مراسم حج انجام میده. این حاجی را متمتع میگه. این عمل به نام چی یاد میکنه؟ تمتع. تمتع به خاطری برش میگه از دو وجه. یکی خو از آزادی نفع گرفت، بعد از احرام عمره چی شد؟ آزاد شد، نفع گرفت تا که روزای چی رسید؟ حج فرضی رسید. از دو خاطر تمتع میگه. یا است که در یک سفر چند فایده را گرفته؟ یکی حج فرضی را و یکی عمره را. یکی حج قارن است. حج قارن دمی ماهای حج از همون جایی که احرام بسته میکنه، احرام حج فرضی و عمره را هر دویش یک جای بسته میکنه. یک صورتش احرام حج کرده لیکن اونجا میره عمره را هم قطش داخل میکنه. عمره را بسته کرده در اونجا حج هم قطش داخل میکنه. سه صورت داره. چون که بعد از مراسم عمره ای خود دیگه حلال نمیکنه، به مو احرام مراسم حج فرضی را هم چی میکنه؟ ادا میکنه، تکمیل میکنه. این را حاجی چی میگه؟ قارن. حاجی مفرد کسی را میگه که فقط احرام چی کرده؟ حج فرضی را بسته کرده، خیر و خلاص. اولی در بین هر سه کدامش افضل است؟ علما اختلاف داره، او اختلاف علما مربوط به اختلاف حج پیغمبر علیه السلام است. چرا؟ در بعضی حدیث آمده که پیغمبر علیه السلام متمتع بود، در بعضی حدیث آمده که
قارن بود او در بعضی حدیث آمده که مفرد بود. حیران مانده. خو لیکن محدثین محققین تحقیق کرده، احادیث پیغمبر را جمع کرده و در بین از یا محاکمه کرده. پیغمبر علیه السلام اول حج فرضی را بسته کرده بود، لیکن بعد از عمره را در حج چی کرد؟ داخل کرد. کسی که میگه که مفرد بود او ابتدای احرام کی را پیغمبر علیه السلام در نظر گرفته. کسی که میگه قارن بود به خاطر که عمره را در حج چی کرد؟ داخل کرد. کسی که میگه متمتع بود او را به خاطر میگه که پیغمبر یک بیان داد، گفت اگر من میدانستم آن چیزی که پشتی سر دانستم در اول میدانستم من قطع خود قربانی را روان نمیکردم. چرا؟ در سفری که امرای پیغمبر صحابه شریک بودن، کدام کسایی که قربانی را آورده بودن وارا پیغمبر گفت که احرامتان خلاص نمیتونه، اما طور باقی میمانه، مراسم حج فرضی را دمی احرام ادا میکنه. خودی پیغمبر هم همینطور بود، چرا که قربانی ها را قطع خود آورده بود. 63 قربانی را علی رضی الله عنه آورد و دیگه خودی پیغمبر علیه السلام 37 قربانی را. دیگه کسایی که قربانی نآورده بود پیغمبر علیه السلام گفت احرامتان عمره جور کنه، مراسم عمره را انجام بده، خود حلال کنه. در روزای حج که روز 8 رسید اونجا احرام حج فرضی را بسته کنه. پس معلوم شد که کسی که قربانی را قطع خود میبره حج قران در حقش چی است؟ افضل. چرا که پیغمبر علیه السلام حاجی چی شد؟ قارن شد، قربانی را قطع خود برده بود. لیکن کسی که قربانی را نبرده باشه کدام حج بهتر است؟ حاجی تمتع برش بهتر است. چرا؟ پیغمبر تمنا کرد که اگر قربانی را نمی آوردم من چی میکردم؟ عمره میکردم، خود حلال میکردم، بود از باز در روزای حج چی میکردم؟ احرام حج بسته میکردم. از دو خاطر افضل کدام شد؟ برای کسی که قربانی را نبرده باشه چیست؟ تمتع. برای کسی که قربانی را برده باشه چیست؟ قران. بعد از باز حج چی است؟ مفرد است. اینی سه قسم حج است. کسایی که در امی سفر حج عمره را انجام داده سری از یا یک دم شکر است، یعنی یک قربانی که باید شکرگزاری نعمت الله را بکنه که در یک سفر چند عبادت انجام داد؟ 2 عبادت انجام داده. سری حاجی قربانی نیست، سری مسافر قربانی واجب نیست، مستحب است که مسافر قربانی بکنه لیکن واجب نیست. پس این مردمای ما که میره پس اینجا توصیه میکنه، از اونجا زنگ میزنه یکی برای ما قربانی بکنه، تو نمونجا دم اینمی دم که میکشی همی کفایت میکنه. اینجا اگر اولادای صاحب نصاب است توانی قربانی کردن نداره بکنه به نام تو نه، به نام خودشون، در غیر از او سری تو قربانی نیسته، همی دم شکر میکشی. غیر از او کسی که مسافر است سرش قربانی واجب اگر استحبابا میکنه. خودی پیغمبر در سفر بود نرسیده بود در مدینه منوره، روز عید آمد و در اونجا چی کرده بود؟ قربانی را کرده بود. اینی را به نام دم شکر یاد میکنه که در یک سفر 2 حج انجام داده. حالی یک کسی توانایی مالی را نداره امی قربانی را نمیتونه، قبلا ای باید انتظام بکنه، قبل از روز 9 3 روز روزه بگیره، 7م 8م چی را؟ 9. گرچه روز 9 روزه گرفتن برای حاجی ها سنت نیست، برای ما شما سنت است، روز عرفه است، برای ما شما سنت است. 1 ساله گناه را الله چی میکنه؟ معاف میکنه، در حدیث میآید، اما برای حاجی ها سنت نیست. از او خاطر 3 روز قبل از روز 9 گرفته باشه، باز بعد از او که پس در خانه خود آمد 7 روز دیگر هم بگیره، چند میشه؟ این قایم مقام چی میشه؟ امو قربانی که بگه برای که در یک سفر چند چی را انجام داده بود؟ 2 عبادت. البته این امر برای آفاقی است، کسایی که ساکن در مکه مکرمه است هر وقت واده برش میسر است که عمره میتونه، به اون مردم در روزای حج بعد عمره را قطع حج یک جایی نکنه. مردم دور دست که وا توانمندی نداره دیگه وقتا عمره بکنه اونجا عمره بکنه. باقی مانده یک موضوع دیگه که اونجا بعضی مردم میره باز عمره کرده ایره به فلانی کردم، ایره به فلانی، کاکا و ماما و خاله و عمه. برای من بسیار عمره مردم کرده، ما گفتم نه، از صحابه منقول نیست، پیغمبر علیه السلام ترغیب نداده. تنها عایشه رضی الله عنها چون مریضی سرش آمده بود، مریضی ماهواری، عمره نتانست، شریکای سفرش عمره کرد و این نتانست بنابر مریضی. باز با پیغمبر علیه السلام آرزو کرد بعد از مراسم حج، گفت یا رسول الله دیگرها 2 چی را میبره ثواب و ما یک؟ برادرش عبدالرحمن گفت ببر.
آلی به نام تنعیم یاد میکنه، در اونجا برد شه، از اونجا احرام عمره را بسته کرد. یعنی بعد از حج فرضی یک عمره را انجام داد، به خاطر که در اول عمره را نکرده بود. دیگه نه از پیغمبر ترغیب نقل شده و نه از صحابه عملش نقل شده که صحابه تکرارای عمره را کرده باشه. این مردمای ما که تکرارای عمره را میکنه، این صحیح نیست. کسی مرد است در حرم نماز بخونه، تلاوت بکنه، طواف بکنه، ثوابش زیاد است. همیشه که اونجا رفته در بازارا نمانه، در عماره ها خو نکنه، برید در حرم اونجا طواف کرده، برید تلاوت بکنه و یک نماز از حرم از پیشتان قضا نشوه که یک نماز برابر چیست؟ یک لک. اگر در گیر کدام پیر افتاده او براتان گفت که اینجا نماز نمیشه بره، او اگر نماز هم خوانده ای فتوا برات میگم اگر پس چی کو؟ اعاده کو. در افغانستانی تان مردم اعاده کرده چند روزه؟ 40 روز نماز سرش اعاده کرده. چرا؟ میگه امام در مدینه منوره که شما اونجا رفته امامش چی بوده؟ صحیح نبوده، اقتدای شما سری ازو نشوده، پشتی ازو نشوده، پس بگردانه. الله رحم بکنه. واتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی. امتیاز نظام اسلام با قوانین دنیای دیگه چیست؟ الله قوانین مقررات برای ما بیان میکنه، داخل برای ما نمیگه که پلیس سرتان استاد است، کامرا براتان ماندیم شما را فیلمگیری میکنه. این گپا قرآن برای ما نمیگه. قرآن میگه تمام مقررات دینی خدا که بیان میکنه، اگر ارتباط به روزه داشت، اگر ارتباط به حج داشت، اگر ارتباط به چیز داشت، جهاد داشت، اگر ارتباط به حج داره، هر جایی که است الله به یک کلمه ما و شما را آگاه میکنه واتقوا الله، از الله بترسی. از الله هر جای قطعت الله است، در هر موقع قطعت الله است. از الله خدا گم کده نمیتونی. این نیست که ما میگیم آن چیزی را که انسان مراقبت میکنه که دوچار جنایت نمیشه عقیده است. چی است بگی؟ عقیده. که تقوی الله در قلبت بود باز تو قطعا جنایت نمیکنی. اینجا ما طور میگه مراسم حج است، ولی الله خبر داره که تو در عماره خو کدی یا رفتی در غار حرا اونجا چکر زده رایستی یا در پشت قبرستانا گشته رایستی، چی کار کرده رایستی؟ واعلموا بدانی ان الله شدید العقاب، مخالفت مقررات الله سبب جلب عذاب الله است و الله سخت عذاب دهنده است. خدا در معرض عذاب قرار ندی. این را هشدار میگه. در مراسم حج هم پابند نقش پیغمبر استی که پیغمبر کدام نقش مراسم حج انجام داده؟ شبا را در منا تیر کرده، رفته در عرفات، آمده در مزدلفه، سنگریزه ها را زده، باز بعد از او در روز عید طواف زیارت کرده، حلق کرده، قربانی کرده. این قسم عقلا را اونجا جنگاندن نمیتونی. اگر عقل جنگی باشه مردم که ببینه که مالا قربانی میشه چی میگه؟ بعضی ملحدین میگه بسیار تلف میشه حیوانات بسیار تلف میشه. او چرا اینجا حلال میشه؟ بعد که یک مملکت کجا رفته شوه غریب بعد بره. نه، عقل جنگی نکن. این نظام کیست؟ الله. تو تاریخ ابراهیم خلیل الله را پس زنده کرده رایستی. تمام مناطقی که ابراهیم خلیل الله جولان کرده بود او را تو میگردی، درسا گرفته رایستی از اونجا. چی درسا است برد؟ الحج اشهر معلومات، حج که است ماهای معلوم است، یعنی ماهای حج ماهای معلوم است. اشاره میکنه در دوران جاهلیت ماها را تغییر داده بود. یک ماه را ماهای حرام یک کمی تا بالا میکرد به خاطری که جنگ بده بکنه. نعوذ بالله دین تابع خود ساخته بود. الله رحم بکنه آلی هم قریب موتور شده. مردم وقتی خفتن تابع خود ساخته. آلی در 28 بالا 29 بالا خفتن داخل میشه، در 8 بجه آذانا شروع میشه، در 15 بالا چیست؟ بگوی مردم در نماز استاد است. او برادر تالی را وقت داخل نیست. خود در افغانستان دین و ملا تابع کیست؟ مردم. که مردم چیزی میگه ملا سب نمیگه که وقت داخل است یا نیست. خلاص اونجا ماها را میگرفتن تابع خود. کدام که ماه حرام بود، اما ماه حرام بود، باز میگفتن نه ما ای را محرم نمیگیریم، سفر میگیریم. ای ما را تغییر میدیم. از همون خاطر تغییر و تبدیل در ماها آورده بود. الله تبارک و تعالی میفرماید که نه، ماهای حج ماهای مشهور است، معلوم است. این در زمان جاهلیت برای از هم معلوم بود. چرا؟ مراسم حج مراسم عبادات کی بوده؟ ابراهیم خلیل الله. و یا خود دعوا داشتن که ما به دین ابراهیم خلیل الله هستیم. اما این مردم تحریفات در دین ابراهیم آورده بود، بتا را بیت الله داخل کرده بود، حالا کی طور نبود. از او خاطر الله میگه ماهای حج ماهای معلوم است،
فمن فرد فیهن الحج، کسی که فرض میکنه در این ماه حج بالای خود، اشاره میکنه کسی که احرام در این ماه بسته میکنه حج سرش فرض میشه. نه، حج سرش فرض میشه. علما دو نظر و دو طایفه هستن. یک تعداد میگه قبل از ماهای حج کسی اگر احرام بسته میکنه اینا درست و نارواست، مثل که نماز به وقت داخل نشده باشه تو میخوانی، این نماز نمیشه. اگرچه تکبیر تحریمه را تو دبعه تالی را پیشین داخل نشده، من 1 ساعت قرائت تلاوت قرآن دراز میکنم، در 11 بجه نیت بسته میکنم، 1 ساعت تلاوت کرده تا که 12 چی شوه داخل شوه، نه نمازم صحیح نشده. چرا؟ احرام در بی وقت بسته شده. احرام چی شده؟ یک تعداد علما قائل است که اگر ماه شوال داخل نشده باشه کسی احرام بسته کنه احرامش چیست؟ باطل. چرا؟ بی وقت بسته کرده. لیکن بعضی علما قائل به است که نه، قبل از داخل شدن وقت اگر احرام بسته کرد هیچ پروا نداره. چرا؟ میگه فمن فرد فیهن الحج، کسی که فرض کرده در بالای خود حج. چی مانا؟ اگر فرضیت در حج میشه، در ماهای حج میشه، اگر ماهای حج نباشه و تو احرام بسته کرده بودی، اگر چی فرض نیست خوره و هست، اینطور مفهوم میگیره. حج چی طور آداب داره؟ قرآن کریم 3 چیز سر ما حرام کرده. فلا رفس، نیست رفس، نیست هم بستری کردن امرای سیاسرای خود و او سخنایی که آدم نزدیک میسازه به هم بستری، یعنی چیزایی که دعوت میده به سوی هم بستری. ولا فسوق، نیست فسق، هر امری که خروج از شریعت باشه، گناه های کبیره، گناه های صغیره، هر کدام از گناه ها در اونجا به نام فسق یاد میشه. ولا جدال، نیست در اونجا کشمکش، منازعه، دلیل گویی که قطع مردم جار و جنجال بکنی فی الحج، در حج، بلکه مشغول میشی کل وقتی تا وجودی تا تابع نظام الله و تسبیحات و تهلیل و تکبیرات میکنی. در انسان 3 قسم قوت وجود داره. قوه شهوانی وجود داره، قوه غضبانی وجود داره و قوه است که چیست دفاع از خود میکنی، قوه دفاعیه یا چیست قوه خواهش وجود داره. قوه خواهشات نفسانی تو را میکشانه به سوی چیزایی که خواهش تا پوره بکنه. قوه غضبانی جنجال و کشمکش برات پیدا میکنه. همچنان قوه دفاعی تو را وادار میسازه که به کس تسلیم نشو. قرآن میگه این قوت ها را زیر پاک. آنجا تو من حیث حج کننده رفته ای، کل انقطاع از دنیا کرده ای، فقط فکر آخرت در پیشت است. فقط فکر آخرت. قرآن میگه چرا؟ بلکه الله این 3 چیزا به خاطری میگه که در اونجا آدم زیاد مبتلا میشه. از همون خاطر در هر جایی که انسان مبتلا به این 3 امور میشه خودداری بکنه. در اونجا زنا خیلی زیاد، ازدحام زیاد میباشه، حتی در طواف جان تو به جان زن دکه میکنه. الله تبارک و تعالی برات میگه که اونجا تو در حج رفته ای، مبادا شیطان شما در دل تو وسوسه ها بندازه، فکری تا بگردانه طرف اموری غیر شرعی، نعوذ بالله، این کارا نکنی.